با عرض سلام دوستان، اگر که یادتون باشه این ماشین قبلا دچار خوردگی شده بود، با اینکه ضد یخ ریخته بود، آب رادیات هم ریخته بود تو ماشین، ولی از داخل داشت تمام لوله اتصالات داخل موتور رو میخورد و شروع شده بود به خوردگی و دچار زنگاب شده بود که ما اون زنگاب رو اگه یادتون باشه خارج کردیم، تمیزش کردیم با آب، بعد محلول رو ریختیم، اون محلول جدید رو ریختیم. این محلولی که الان معرفی میکنم خدمتتون، این محلول ضد خوردگی، ضد زنگ و داخل ماشین و داخل موتور ماشین و رادیات و اینها رو، تمام اینها رو میشوره. الان یه چیزی بوده 3 ماهه که از اون قضیه گذشته. نگاه کنید ببینید آب، اون محلول داخل موتور داره میچرخه بدون اینکه زنگ زدگی باشه، خیلی تمیز و شفاف. ببینید چقدر تمیزه. این محلول که معرفی کردم بهتون، این عرضم به خدمت شما که یه ذراتی داره 0.01 نانومتر که اینها میره داخل بدنه موتور، داخل لوله اتصالات، اونجاها رو پوشش میده، محافظت میکنه، یه نوع سپر ایجاد میکنه، نمیذاره مواد خوردگی دیگه به ماشین صدمه بزنه، به موتور صدمه بزنه، لوله اتصالات رو بخوره، خوردگی ایجاد بکنه و سوراخ بشه. این ماشین قبلا ضد زنگ ریخته بودیم توش، ضد یخ ریخته بودیم توش و آب رادیات هم ریخته بودیم ولی متاسفانه دچار خوردگی شده بود و باعث شده بود که یکی از لوله های که میرفت واسه رادیاتور، واسه یه رادیات بخاری، تقریبا این قسمته، این شلنگ، این سوراخ شده بود و آب ماشین ازش خارج شده بود و ماشین آمپرش رفت بالا. بعد 1 هفته بعد پولکشی های ماشین که مال این ماشین زیر گلوی اگزوزه اونجا قرار داره، پولکی متاسفانه خورده شده بود از داخل و سوراخ شده بود و آب ماشین، آب رادیات اونجا خارج شده بود و متاسفانه آمپر رفت بود بالا و میدونید که چند بار این قضیه اگر تکرار بشه متاسفانه ماشین دچار سوختگی سرسیلن میشه، واشر سرسیلن. عرضم به خدمت شما که این محلول رو هر کسی استفاده بکنه، خب تا مادام العمریه، اینطوری بهتون بگم که مگر اینکه چه اتفاقی بیفته، مگر اینکه شما تصادف بکنید و ماشینتون دچار حادثه بشه و به رادیات ماشینتون صدمه بخوره، بعد سوراخ بشه که این آب رادیات از ماشین خارج بشه.